ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 44-ро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. همین طور دوستی محمد صدیق حیرت با صدرالدین عینی و در ضمن این دوستی حیرت با دیگر دوستان عینی عبدالخلیل مخدوم، حامد خواجه مهری، میرزا عبدالواحد منظم، احمد جان مخدوم حمدی و دیگران یکی از سبب‌های به محفل و دایره‌های ادبی بخارای آخر عصر 19 جلب گردانیدند و به همین واسطه با قسمی از ارباب ادبیات و صنعت آن زمان شناسایی و علاقه پیدا کردن او می شوند. همین را یکی از خدمت‌های بی‌بهای صدرالدین عینی در نزد تاریخ مدنیت و ادبیات و صنعت تاجیک شماریدن ممکن می باشد و تاریخ ادبیات تاجیک هیچگاه این کارنامه او را از صحیفه‌اش دور نخواهد کرد. علاوه بر این به مبالغه تصدیق کردن ممکن است که عینی با قید و بیان واقعی و حقیقی بعضی جزئیات و لحظه های ترجمه حالی هم خودش و هم حیرت به محققان و ادبیات شناسان آینده نه تنها درباره حیات و فعالیت ایجادیشان معلومات مفیدی داده است، بلکه در عین زمان آیندگان را چی با وضعیت ادبی و تاریخی، مدنی و بدیعی و چی با فعالیت ایجادی قسمی از شاعران زمانش شناس نموده است. مثلا معلومات‌های در بالا آورده شده و یا حیرت را یکی از نادران دوران شمردن شریف جان مخدوم صدر ضیا قیمتی کلانی دارند، چون که چنین بهاها راجع به حیرت و ایجادیات او نادر می باشند. همچنین این بها و اعتراف استعدادی تاکنون به کسی نامعلوم و به این واسطه اعتراف نگردیده محمد صدیق حیرت از جانب شریف جان مخدوم صدر ضیای شعرشناس آن زمان در راه آموزش تاریخ ادبیات آخر عصر 19 و آغاز عصر 20 یکی از سرچشمه‌های مهم ادبی و تاریخی هم حساب می‌یابد. اعتراف قوه شعری حیرت و در نظم یکی از نادران دوران شماریده شدن محمد صدیق مخدوم حیرت پیش از همه از مهارت شعرآفری و استعداد فوق‌العاده وی گواهی می‌دادند. عینی به واسطه بیان خلق و اطوار نجیب، مناسبت‌های بهترین انسانی محمد صدیق مخدوم حیرت هزارها هزار فرزندان تاجیک را تعلیم می‌دهد و تأکید می‌کند که در همه جا، در هر یک دایره و معرکه، خاکساری، شکست نفسی، فروتنی و دیگر خصلت‌های نیک را از این شاعری اصیل آموزند. تفاوت حیرت در محفل‌ها، جمع آمدها، مجلس‌ها و صحبت و ملاقات‌ها از دیگر شریکان و هم معرکه‌هایش از جمله حتی از دوستانش در آن بود که او در آنها بی واسطه فعالانه اشتراک نمی کرد و همچون سامی در آن محفل‌ها، مجلس‌ها و جمع آمدها تا آخر خاموش می نشست. مهر و شفقت و محبت بی انتهای صمیمانه عینی شاگرد با استاد محمد صدیق مخدوم حیرت
به آن آورده رسانیدند که او و عبدالخلیل مخدوم، میرزا عبدالواحد منظیم و حامد خواجه مهری را دوستان نزدیکترین حیرت می گردانند. حرمت و احترام همه آنها به حیرت بی انتها بود. عینی بسیار وقتها او را به محفل خانه شریف جان مخدوم صدر ضیا می برد. در چنین لحظه ها او در مباحثه ها اشتراک نمی کرد و وقتش را به تماشا و شنیدن سخنان مصاحبان و مشاعران این قاضی کلانزاده صرف می نمود. عینی چنین لحظه هایی در آن مشاعره ها اشتراک ننمودن، سخنان مصاحبان را با دقت گوش کردن حیرت را در یادداشت‌ها درست و واقعی و روشن به قلم داده است. عینی کلیات جلد 7 صفحه های 230 231. عینی از سن و سال بچگی و نورسی در دوستی و رفاقت و جورگی و برادری چی با شناسان و چی با شریک درسان اصیلش صادق بود که من بعد این گونه خصلت‌های نجیب و نیک در ضمیر او بیش از بیش زیاد می‌گردند و اوج می‌یابند. همین خصلت‌ها به او مدد رسانیدند که با عبدالخلیل مخدوم، میرزا عبدالواحد منظیم، احمد جان مخدوم حمدی و مخصوصاً محمد صدیق مخدوم حیرت تا آخر عمرشان جوره دوست و رفیق جانی باشد و همه وقت با آنها در دایره تعلیم، علم و ادب و اشتراک در محفل‌های ادبی و بدیعی یک جایه با آنها باشد. مخصوصاً مهر و محبت، معامله و رفتار نیک، مناسبت صمیمانه شاگرد را با استاد در مثال عینی و حیرت در همان سالها خیلی روشن مشاهده کردن ممکن است. بنابر همین اگر چنین کردار و خصلت نجیب آنها را با معامله و مناسبت نوایی با جامی مانند نماییم خطا نخواهد شد. یعنی چنین معامله و رفتار را در مناسبت عینی بی بیضاعت به حیرت بیمار پره ثابت ساختن ممکن است که ناداری دامنی آنها را سخت داشته گرفته بود، اما به بیضاعتی و ناداریش نگاه نکرده عینی چقدر قدرت و امکانیت داشت در ماه و روزهای بیماری حیرت صرف نگاه و بینی این راهبر و استاد خود نموده بود. به سبب آنکه او از طرف خود هیچ امکان نداشت که به استاد بیمارش یاری مادی و پولی و طبی رساند، بنابراین او برای خود لازم می شمارید که در پیش دوستان نام برده‌اش عبدالخلیل مخدوم، میرزا عبدالواحد منظیم، احمد جان مخدوم حمدی مسئله از هلاکت رهانیدن استادش را گزارد. بی بیضاعتی و ناداری وضع حیرت را تباه گردانده بودند. خود عینی تصدیق می کند که حیرت در ماه‌ها و سال آخر حیاتش غیر از چای و نان چیزی خوردنی درست نداشت. عینی کلیات جلد 7 صفحه 234. بنابر همین بعد از مصلحت‌های بین خود آن دوستان عبدالخلیل مخدوم، میرزا عبدالواحد منظیم، احمد جان مخدوم حمدی با سروری صدرالدین عینی محمد صدیق حیرت را به حجره خوشهوای عبدالخلیل مخدوم به مدرسه غازیان می کچانند که صاحب حجره عبدالخلیل مخدوم
در آن 1 پود روغن دنبه، 3 پود برنج، 2 نیمچه 1 کیلو چای نیز نگاه داشته بود. به ضمن این گاه ها میرزا عبدالواحد منظم از حجره‌اش و احمد جان مخدوم حمدی از حولیش برای بیمار پلو روغن کوکناردانگی، توشبیره، اوگرا و دیگر طعام‌های خمیری می آوردند. خود عینی متصدی به آوردن گوشت هر روزه آش پلو که نیمچه 250 گرم می شد، با 2 دانه نان بازاری می شد. خدمت هر روزه به بیمار به ذمه عینی افتاده بود. با همین منوال حیرت در مدت 2 ماه آخر فصل زمستان سال 1902 قدر قوت گرفته، حتی گاه ها با این دوستانش به بزمهای دایره خبر هم می رفتگی می شود. اما فصل تفسان تابستان باز احوال او را خیلی بد می نماید. بنابراین آن 4 دوست با رازگی خود حیرت او را از حجره عبدالخلیل مخدوم به حولیش که در گذری عروسان بود می کوچانند. ولی وضع سلامتی او روز تا روز بدتر گردیده، بعد از 2 سال دوام یافتن بیماری سیل در شب دوشنبه 15 ربیع الثانی سال 1320 هجری 23 ایول سال 1902 در حولی خودش در هنگام نوبتداری سید احمد جان مخدوم حمدی وفات می کند. عینی لحظه های آگاهیابیش را از وفات محمد صدیق مخدوم حیرت، یکی از لحظه های فاجعه ناکترین در حیاتش می حسابد که نتیجه و عاقبت آن را تنها از صداقتمندی شاگرد به استاد، از دوستی و رفاقت، از برادری و جگرگوشگی عینی با حیرت شماریدن ممکن است و بس. در تاریخ ادبیات فارس تاجیک نمونه های برجسته چنین صمیمیت و دوستی اصیل 2 شخص بزرگ خیلی نادر است. چنین صداقت و برادری 2 فرد بزرگ را در مثال دوستی جلال الدین رومی و شمس تبریزی، عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی مشاهده کردن ممکن بود. خود عینی همان لحظه را که به او خبری وفات حیرت را می رسانند و این آگاهی عالم را در نظرش تیره و تار می گرداند، در یادداشت‌ها با چنین سخنانی پریأس و پرعلم به قلم داده است. حیرت در نیمه های ماه ایول سال 1902 صاحب تبرف در شبی که احمد جان مخدوم در پیش او نوبتدار بود وفات کرد. پگاهانی که من جامه‌شویی سر کرده بودم و می خواستم این کار را بر وقت‌تر تمام کرده به خبرگیری بیمار روم، کسی از گذری او آمده وفاتش را خبر داد. در همان وقت 1 کرته از آب برآوردم در دستم بود که می خواستم به تار پهن کنم، اما با شنیدن این خبر همان طور کرته در دست دقیقه در حیرت افتاده ماندم، گویا که شخ شده باشم. عینی کلیات جلد 7 صفحه های 235 236. این لحظه بیان کرده عینی از آن گواهی می دهد که در دوام تمام 2 سال بیماری حیرت از آن 4 دوست عینی، منظم و حمدی و سبب آنکه خود عبدالخلیل مخدوم بیماری سیلی داشت به پیش حیرت آمدن را مناسب نمیدید، 3 نفرش
همچون یک کلکتیف، همانجا جلد 1 صحیفه 53 متصدی معالجه او بودند و حتی پس از به حوری خودش کوچانیدن حیرت در نزد او نوبتداری می نمودند. عینی علاوه بر روز نوبتداری نوبتیش باز هر روز به واسطه آوردن نیمچه گوشت و 2 دانه نان حیرت را خبر می گرفت. بعد از خبردار شدنش از وفات حیرت، همین مهر و محبتی بی انتها سببگاری به یأس و علمی بی انتها دچار گردیدن عینی شدند. بار دیگر عینی همان لحظه و دقیقه های پرغم و غصه اش را این طور به خاطر آورده است: بعد از دقیقه حواس خود را غنداشته به طرف حوری حیرت نگاه کرده دویدم و به خانه او رسیدم. من که در وفات پدر و مادرم نگریسته بودم، بر سر مرده او آواز انداخته با نوحه گریستم و همه دوستان به گریه در آمدند. عینی کلیات جلد 7 صحیفه 236. تا کدام اندازه بی انتها بودن صداقتمندی و مهر و محبت عینی را به محمد صدیق مخدوم حیرت و چقدر پرغم و پرعلم و فاجعه‌ای بودن فوت استادش را باز با آن دلیل ترجمه حالش اثبات و تصدیق کردن ممکن است که او با تأثیر این ماتم طاقت فرسا پس از مراسم دفن حیرت چند روز از حجره خود بیرون نمی براید و در یاد او گوشه‌نشینی را اختیار می کند. چنان که باز از معلومات و یادداشت‌های من بعده خود عینی روشن می گردد، بعد از آن که جسد محمد صدیق مخدوم حیرت را در بیرون دروازه تلیپاچ در راه چاربکر در گورخانه پدر و باباهایش می گورانند، عینی قدرتی به کوچه برآمدن و دیدن و زیارت کردن یار و دوستان را نمی یابد و پیدا کردن نمی تواند و دائما به سر قبر حیرت رفته غمهای دل پرعلمش را در آنجا خالی می کند و این وضع غمگساری او چندین سال بی ایست دوام می نماید. عینی در این باره اولین بار چنین نوشته بود: من، می نویسد عینی، در وفات او چنان در اندوه افتادم که در مرگ پدر و مادر خود اینقدر غم نکشیده بودم. من که در مرده پدر و مادر خود آنقدر نگریسته بودم، در یادداشت‌ها نگریسته بودم، در وفات او با های های گریستم. تا چند سال هرگاه دنیا به دلم زده دلتنگ شوم، به سر قبر حیرت برآمده گریسته دل خود را خالی می کردم. عینی کلیات جلد 1 صحیفه 53. درجه عالی دوستی، رفاقت و همپیوندی شاگرد را با استاد بار دیگر با یک دلیل دیگر اثبات کردن ممکن است. هنگامی که حیرت بر ضد مدرس عبدالله خواجه عبدی وفاتش سال 1922 هجویه می نویسد، آن را غیر از دوستانش از جمله عینی به کسی نخوانده و نشان نداده بود. عبدالله خواجه که یکی از مدرسان مدرسه بخارا بوده، با تخلص عبدی هم شعر می گفت و هم با نام تذکرت و شعرای متأخرین بخارا تذکیره هم نوشته بود، خود را در همه جا خیلی مغرور و هوا بلند نشان می داد
و در همه جا خودنمایی و معرفت فروشی می کرد. همین تکبر و غرور، خودپسندی و هوابلندی و خود را عالی مقام و عالی مرتبه نشان دادن مدرس عبدالله خواجه عبدی به دل حیرت و هم مسلکان او زده بود. بنابر همین حیرت در مذمت چنین کردارهای نامطلوب این مدرس هجویه تیز و تند می نویسد. درباره موجودیت این هجویه 50 بیتی حیرت خود عبدالله خواجه آگاه می گردد و این خبر او را بی ضابطه و از خفت و خواب محروم می سازد. عبدالله خواجه عبدی که از دوستی و رفاقت عینی با حیرت خوب آگاهی داشت، نغز می فهمید که تنها عینی از عهده به کسی نشان ندادن آن هجویه از جانب حیرت برآمده می تواند و خلاص. بعد از آن که زاری و تولا، التماس و التجا و گریه و سرشک زیاد عبدالله خواجه مدرس به صدرالدین عینی تأثیر عمیق می رسانند، حیرت با خواهش عینی نسخه آن هجویه را به کسی نشان نمی دهد و آن را محو می سازد. بنابر همین از بین 2447 بیت شعر دیوان حیرت که از جانب میرزا عبدالواحد منظم نسخه بردار گردیده است، آن هجویه 50 بیتی بر ضد مدرس عبدالله خواجه عبدی را دریاب کردن ممکن نیست. از فوت حیرت در یأس و علم آمدن و غم و اندوهی بی اندازه افتادن عینی را همه اهل فضل بخارا می دانستند. از جمله صدر سیاه از بین همه آن معاصران محمد صدیق مخدوم حیرت یکی از یکمین ها شده برادری، رفاقت و دوستی صمیمی صدرالدین عینی را در تذکره تذکار الاشعار با سخنان خیلی باوری بخشی مشخص و راست و درست به قلم داده در این باره چنین نوشته بود: همیشه به عینی و منظم به هم، بودندی به شادی و با هم به هم. چو حیرت گذر کرد از روزگار، زی هجرش رفیقان گریستند زار. در این باب عینی بسد پیچ و تاب، چو ماهی که مهجور ماند ز آب. به تاریخ فوتش غمین و حزین، 2-3 بیت گفته چو در ثمین. ثمین پرقیمت. چنان که در بالا اشاره شد، قدرت و صمیمیت دوستی و مهر و محبت عینی به حیرت چنان بی انتها و زیاد، چقور و بی اندازه و برادرانه و جان فدایانه بوده است که چی شاعرانی با تجربه و چی ادبیات دوستانی جوانی زمانی این هم سبقان و هم مرامان، این شاگرد و استاد، این دو ادیبی هم سن و هم سال برای ودا بیان تعزیه و خیر و خوشی ابدی با آن شاعری متوفا نه به نزد اهل خانواده و خیش و تباران حیرت، بلکه به حجره صدرالدین عینی می آمدند و به سبب وفات این دوست عزیز، جوره و برادر و معلم و استادش به او تعزیه بیان می کردند و مرثیه های خیش را به او می سپاریدند. عینی کلیات جلد 7 صفحه 236.
گرچند صدرالدین عینی در یادداشت‌هایش در این باره به محققان چی ایجادیات خود و چی حیرت معلومات مفیدی می دهد، ولی افسوس که کی بودنی آن شاعران و ادبیات دوستان جوان را نامبر نمی کند و در هیچ جای نمونه های مرثیه های آنها و نه دو سه بیت خودش را راجع به فوت استادش نمی آرد. از جانب دیگر مقام صدرالدین عینی را در قطار میرزا عبدالواحد منظیم در محفوظ داشتن و نسخه بردار کردن میراث ادبی اشعار پراکنده محمد صدیق مخدوم حیرت و به واسطه آن جاودان ماندن اشعار و نام این شاعر را مخصوص قید کردن لازم است. همین دلیل و مواد باز یکی از نشانه‌های برجسته دوستی و برادری حقیقی، جوانمردی و آدمگری و انسان دوستی و معرفت پروری عینی و منظیم نسبت به محمد صدیق مخدوم حیرت به شمار می روند. چنان که بعدها عینی معلومات می دهد، شعرهای حیرت هیچ وقت در یک جا جمع آورده نشده بودند. حتی او عادت هم نداشته است که شعرهایش را منتظم و با ترتیب به دفتری نویسد و گرد آورد. بنابر همین شعرهای حیرت در هر جا در دفتری ورقی بیازی پراکنده مانده بودند. از جمله بعضی شعرهای حیرت یا با دستخط خودش و یا با خط عینی و یا میرزا عبدالواحد منظیم در بیاض صدرالدین عینی جایگیر شده بودند و پارچه های پراکنده دیگرشان در خانهش در دست دادرش نگاه داشته می شدند. عینی و منظیم پس از فوت حیرت هر آن شعری را که از او در دستشان باقی مانده بود جمع آوردند و پارچه های در دست دادر شاعر محفوظ مانده را با خواهش زیاد و با عذابی از او گرفته رونویس کردند. عینی و منظیم همه غزل، قصیده، قطعه، مخمس، ترکیب بند و رباعی ها و هجویات حیرت را تقریباً به مقدار 2500 بیت 5000 مصرع در دو نسخه مجموعه شعرهای با خط زیبای میرزا عبدالواحد منظیم تیار کردند که یکی را عینی و دیگری را منظیم همچون یادگاری برای خودشان نگاه داشتند. شما گفتار 44 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمکولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.